خب شروع می کنیم. آماده باشید. نفس‌های عمیق، دم و بازدم. با هر نفسی که میکشید آرامش رو به تن خودتون بدین و با بازدم تمام تنش‌های وجودتون رو بیرون بدید. هر لحظه آروم و آرومتر بشید. آروم آرومتر. لطفاً چشماتون رو ببندید و نفس‌های عمیق بکشید. آروم باشید. خودتون رو کمی نوازش کنید. به خودتون عشق بدید. آروم آروم خودتون رو ناز کنید. قلبتون رو آروم کنید. الان لطفاً وزن خودتون رو روی جایی که نشستید، صندلی یا اگر دراز کشیدید روی تخت، سعی کنید وزن خودتون رو احساس کنید. لطفاً تماس لباستون رو روی پوستتون احساس کنید. توجهتون رو به صداهای اطرافتون که داره پخش میشه معطوف کنید. پس الان وزنتون
لباسی که به تن دارید که با پوستتون تماس داره و صداهایی که داره به گوشتون میرسه. حالا دلم میخواد مثل یه آدمی که اومده و داره از بیرون خودشو نگاه میکنه، از پنجره به منظره داخل اتاق نگاه کنید. به این ترتیب یواش یواش از اون الگوهای آشنا، خونتون، صداها، لباستون، تنشها، همه و همه فاصله میگیرید. الان فکر کنید سوار یه آسانسور خیلی نورانی، زیبا که روی یه ساختمون خیلی بلنده، شاید طبقه 100 اون ساختمونید، سوار شدین. دگمه رو بزنین که با هم بریم پایین. آروم آروم، بدون اضطراب، یه آسانسور زیبا که دارید بیرون رو میبینید. میایم پایین، آروم میایم پایین، منظره ها رو میبینید. طبقه 90، پایین پایین، 75، پایین پایین، 45 و میرسید پایین پایین به طبقه اول. میرسید به حالت رویابینی. آروم باشید. فقط به صدای من گوش کنید. هیچ نگران نباشید. فقط با صدای من فکر کنید و تجسم کنید. الان امواج مغزی شما روی امواج تتا داره حرکت میکنه. یه فضای ساکت بین خواب و بیداری، یعنی درست تو لحظه‌ای که بدن شما در حالت خود ترمیمی قرار میگیره. حالا دستتو وردار، دقیقاً بذار روی اون ناحیه‌ای از بدنت که نیاز به شفا داره. از اون قسمت سوال کن، ازش بپرس چه مشکلی اینجا سخت
خیره شده. هر پاسخی که میاد و بدون قضاوت قبول کنید. اگر چند قسمت از بدنتون درگیره و یا احتیاج به شفا داره، به ترتیب همین کار رو انجام بدید. حالا ازتون میخوام تصور کنید اون منطقه ای رو که درد دارید، دردها به صورت یه نور قرمز دارن از اون منطقه خارج میشن. تصور کنید نورهای قرمزی که مشکلات شما هستند، اون گرفتگی ها هستند و دارن از بدنتون خارج میشن. خب الان ما در میدان بزرگ کوانتومی هستیم، جایی که تمام آگاهی ها درونش هست. حالا تصور کنید یه نور طلایی از بالای سرتون داره میاد داخل، داره وارد سرتون میشه. این نور حاوی تمام اطلاعات سلامتی کامله. نوری است از میدان کوانتومی، حاوی تمام اطلاعات سلامتی کامل. اون سلول های بیمار بدنمون مثل یک گل هایی هستن که الان با این نور باز میشن. به ریتم صحیح خودشون برمیگردن. با تمام سلول های سالم اطرافشون هماهنگ میشن. نور داره از بالا میاد، تمام بدنتون رو انگار داره اسکن میکنه. تمام سلول هایی که بیمار هستن و داره شفا میده. حالا همتون با من در یک در سفیدی رو ببینید که داریم با هم باز میکنیم. همه با هم پشت این در وارد یه سالن میشیم. یه سالنی پر از نور. هر کدوم از ما نسخه جدید شفا پیدا کردمون رو اون رو میبینیم.
اونی که دارید در این سالن پر از نور میبینید خود شمایید در 3 ماه آینده. الان براتون از نظر فیزیکی چه کاری سخته که نمیتونید انجام بدید؟ اون کاری رو که سخته رو ببینید که دارید انجام میدید. مثلا ببینید که دارید میرقصید. ببینید که دارین میدوید بدون درد، بدون مشکل. خوب تجسم کنید یه سالن نورانی که دارین در اون میرقصید، میدوید، کارهایی رو که قادر نیستید انجام بدید و دارید به راحتی انجام میدید. با من تکرار کنید. من کاملا در سلامت و شادی هستم. من کاملا در سلامت و شادی هستم. خودتون رو نگاه کنید. خودتون رو کاملا نگاه کنید. تمام سیستم مغزتون رو تغییر بدید. نسخه قدیمی خودتون رو، شخصیت قدیمی خودتون رو، افکار گذشته خودتون رو، خشم‌ها و نگرانی‌های خودتون رو همه رو جا گذاشتید و الان تبدیل به همون انسانی شدید که در نهایت سلامتی و شادی اون وسط داره خوشحال و خندون میرقصه. تا جایی که میتونید تمام این لحظه ها رو توی مغزتون ثبت کنید. چه لباسی پوشیدید؟ چه جوری میخندید؟ دارید چه کاری رو انجام میدید؟ برگردین و به خود قدیمیتون نگاه کنید و به خودتون بگین هرگز دیگه بر نمیگردم. خود قدیمیتون رو اونجا ببینید. اون آدم مضطرب، خشن، بیمار، نگران. اون آدم دیگه وجود نداره.
اون لباس رو کاملا از تنتون بیرون آوردین. دوباره توی دستتون اون کریستال زیبا رو فشار بدید. گرما، عشق و محبت رو از اون کریستال دریافت کنید. بزرگترین و زیباترین فرکانس جهان، عشق، سلامتی، شادی. شما الان کاملا با این سه فرکانس یکی هستید. نفس بکشید، با من باشید، به صدای من گوش کنید. اینجا پر از عشقه، پر از انرژی. میدان کوانتوم، اطلاعات سلامتی، برای نشاطتون و برای این لحظه زیبا با تصویر سازی خودتون برقصید، بدوید. اینجا یه باغ پر از گله. لابلای این درخت ها و گل ها بدوید. باد موهاتون رو به هوا میبره. عطر گل ها مستتون کرده. با شادی، با بدنی کاملا سالم و شفایافته، فقط شادی کنید و برقصید. این قسمت فیلمتون رو که دارید میسازید، این موزیک و این لحظه رو در مغزتون ثبت کنید. حالا با هم به انتهای این باغ زیبا میرسیم. انتهای این باغ نوری است بسیار عظیم و بزرگ. اینجا نوری است
که باید ازش تشکر کنید. روبروی اون نور بایستید، شکرگزار باشید، تشکر کنید و از شفاتون لذت ببرید. از اینکه با اون نور یکی هستید. با من تکرار کنید. ممنونم ای سلول های هوشمند که مثل دانشمندان کوچک پیام های نورانی مرا دریافت کردید و خودتان را با سلامتی کامل هماهنگ کردید. با من بگید: قدردان این میدان یک پارچه ام که بیدرنگ به نیت من پاسخ داد و شفا را پیش از آن که با چشمانم ببینم در سطح اتم ها محقق کرد. تشکر می کنم از نسخه آیندم که دستاشو به طرف من دراز کرد و حقیقت بهبودی رو پیش از وقوع به من نشان داد. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. براتون شبی آروم و پر از نور آرزو میکنم. شب همگی بخیر.